دوم و شومین نورس توجک عبدالرزق که بعد به دبی کوچیدنش از پرودیوسر قبلیش برون جدا شد، در کلیپ نو خواننده مشهور رپ روسیه مورگنشترن با نام دموی اشتراک کرده است. بعد از روسیه رفتنش این نخستین کلیپ زاده شهر اوفا الشیر ولیف است که همگی 23 سال دارد و با تخلص مورگنشترن نام برآورده است. این کلیپ الکی در 16 ساعت اول در کانال رسمی آوازخوان در یوتیوب قریب 3 میلیون تماشابین جمع آورد. یادآور می‌شویم روز 23 نوامبر الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشات روسیه مورگنشترن را به پنگ کردن مواد مخدر توسط شبکه‌های اجتماعی عیبدار کرد و مورگنشترن همراه همسر جوانش دلورا که تازه در پایان ماه آگوست سال جاری ازدواج کردند ترک روسیه کرد و به دبی رفت. در کلیپ دموی سطرهایی است که آنها را میتوان همچون پاسخ به باستریکن معنی داد کرد. مورگنشترن میگوید که او در اینترنت سیمایش را میفروشد و از روسیه برای آن رفت که آنجا سرد شده است. آوازخوان میگوید که هنوز برگشتنی نیست ولی روزی حتما برمیگردد. عبدالرزق در این کلیپ چند دفعه ظاهر شده در هوای ترانه مورگنشترن میرقصد. عبدالرزق یک آوازخوان جوان زاده پنجکند است که 18 سال و همگی 1 متر قد و 18 کیلو وزن دارد. او با سرودخوانیش در بازار پنجکند نام برآورد و 3 سال پیش برون عبدالرزق را به دوشنبه آورده ترانه‌هایش را توسط استودیوی کانال اولاد میدیا ثبت و نشر کرد. حالا ترانه‌های عبدالرزق در یوتیوب هر کدام تا چند میلیون تماشابین جمع می‌آورند. شهرت این آوازخوان نورس تاجک 2 ماه پیش در پی اعلان جنگش با بلاگر نیز خورجوسه از داغستان خسبولا به بیرون از تاجیکستان راه یافت. آن جنگ در نهایت دایر نشد ولی آوازه عبدالرزق چنان عالم شمول شد که او را اکنون به جشن و تنتنه‌های بین المللی دعوت می‌کنند و حتی ماه آگوست مقامات امارات متحده عرب به عبدالرزق ویزای طلایی تقدیم کردند. او با این ویزا میتواند 10 سال در حدود امارات از جمله در دبی و ابوظبی بدون ویزا کار و اقامت کند. ماه نوامبر عبدالرزق از پرودیوسر اولینش برون به قبله کنده کرد و کار را با پرودیوسرهای دیگر در دبی آغاز کرد. برون اول عبدالرزق را به خیانت به برادران تاجیکش عیبدار کرد. عبدالرزق در جواب برون را عیبدار کرد که پول او را پوره نمیداد. وقتی این جنجال تازه اوج میگرفت برون از همه خواست که به این ماجرا نقطه تمت گذارند و شاگرد سابق او را دیگر مذمت نکنند.